من بهاره هستم، الان مشهدم. اومدم که بینیمو عمل کنم. الانم ساعت 2:15 شب قبل عملم هست. فردا ساعت 8:30 باید کلینیک باشم و استرس دارم، خوابم نمیبره. الان داشتم کارهای قبل عملم رو انجام میدادم، شیپ کردم و موهام بافتم که جمع بشه از دورا برم و بریم تا ببینیم چی میشه. اینم بینیم از چند طرف. با من همراه باشیم. ساعت الان 7:23 روز عمله. دارم آماده میشم که برم. دیشب تا ساعتای 3:30-4 فکر کنم خوابم نبرده بود از استرس. حالا دیگه بریم ببینیم چی میشه. نمیدونم، انشالله که خوب بشه. به سمت بیمارستان. It ain't nothing to me. Young Tom Hardy with the movies, act out smoothly, Mickey for the my bus. Eyes too sus, no trust. Talking about love, you ain't talking about us. You be thinking you rush, try and do it yourself. I don't give a fuck, fine, do yourself. Talking that 100 bands running man, I just wanna get the bag. I don't lag, I don't drag, I just do the fucking dash. I just want the fucking cash, I just want fucking smash. I don't draw the ball cross lines like a running back. Got them all running back. I said this before, I don't fucking lack. Thinking this Lotto Max, bitch, you stupid as fuck, so you thinking that ho, go fill your cup, Alizé, got her wetter than a slug. Trying my jack, her face scrunch up, now she coughing up, looking back at me like a pug. It's never enough when it comes to the juice. Chevy pick up when it comes to my mood. I don't see a thing when it comes to a roof. Turn a tight rope to a goddamn. یه جا دمپایی برای آقا، برای خواهر عروس. اینا هم لباس ها همه سر جمع. اینا برای مادر عروسه. هیچی دیگه، عروس هیچی، لخت میره میاد. یه چای نبات دادن بهم که بخورم. الان ساعت 9، تقریبا ساعت 1:10. من ساعت 8:30 اینجا. گفتن نفر 5م هستم. ساعت 2 میرم اتاق عمل و من ساعت 12 دیشب چی نخوردم. گفتم من ناشتا باشم. من بهم چای نبات دادن که بخورم، پس نگفتم ایشالله. ولی خب ببینیم چی میشه. اینام که دستشوییه. جنجال. اینجا چیزم برام کامپرس هم گذاشته بود که گرفتم دیشب. آره خیلی خوب. لباس
2 3 اومدم بیرون. روز 8 بعد عمل دیروز زنگ زدن گفتن فردا بعد از ظهر برای باز کردن آتل و بخیرها بیای. الان ما داریم آماده میشیم. ساعت 9 بلیط داریم. الان ساعت 20 دقیقه به 9 که بریم مشهد باز کنیم بینی منو. ببینیم چطور شده. فعلا
شما چطوری؟ خسته نباشید. مبارکتون باشه. خب ببینمتون مبارک باشه. نتیجه شما خیلی زیباست. بینیت گوشتی بوده، واسه قضروف گذاشتیم، خیلی قشنگ و زیبا. منتها اطراف این قضروف ورم داری، ورمت که بخوابه از این ها خیلی زیباتر میشه. استخونه دو طرف بینی تراشیده شده، یه خط کانتورینگ خیلی خوشگل داری. سوراخ‌های بینیت هم تا جایی که دیگه جا داشته و مشکل تنفس نمی‌خوردی واسه جمع کردم. موقع خندان حتما گونه‌هاتو محکم بگی، تحت کشش نباشه. گلوخت هم که دیگه محشره. یه پوست خیلی خوشگل داری. آره تا زمینی آدم ورم داری. روز به روز از این زیباتر هم خواهی شد. مبارکتون باشه. موقع خنده گونه‌هاتو بگی. سلام. خواهش میکنم بفرمایید. اول میزنیم 2 تا پایین دوباره 4 تا، یعنی 2 تا. باز کردم. الان اومدیم غذا بخوریم با مامان و بریم ترمینال. هفتاد و یک 79 اوکیه؟ مرسی ممنون.